دوستان گرامی، اپراتوران عزیز، شما زمانی که توی محیط وارد میشی یه مقدار اگر به اپراتوریت اصرار کنی بد نیست. من گاهن دارم میبینم اپراتوران عزیزی رو که به محض اینکه ردیاب حرکت میکنه یه جا آنتن میارن پایین. خب از کجا میدون اون هدف شبه طلا نیست؟ اجازه بده چندین بار ردیاب بزن و ردیاب رو کامل نگه دار، ببین کجا کاملا استوپ کامل میکنه، اون درسته. چون ما شبه طلاها هم داریم، خواه ناخواه اگر در مسیر طلای ما باشه یه استوپ کوچیک میکنه، شما به محض که پایین میاری یعنی بهش میگی درسته من همینو میخوام. حالا از این طرف هم که میزنی از روی طلا میگذره و همونو میگیره. پس یه مقدار به قول امروزی ها کلید کن رو کار، یه مقدار بیشتر بزن، اذیت نمیشی چون ارزششو داره. من امیر اسماعیلی ام، به پیج من مراجعه کن، نکات خوبی رو تقدیم حضورتون میکنم. خدا نگهدار.